سلام. ما این خوشگون رو همش توره از دیجیکالا خریدیم. توش سبزی ها رو میذاریم، مثلا نعنا میذاریم خوش میشه، یک دو سه روز توی آفتاب یا یک گوشه آویزونش میکنیم. بعد تو خونه هم میتونی بذاری، جلو آفتاب هم میتونی بذاری. بعد که خوش شد با میریزیم تو سبد. بعد حالا با دست یا با آسیا میریزیم، پودرش میکنیم، بعد سبدش میکنیم، میشه سبزی خشک، میشه مثلا نعنا خشک. بعدا میتونیم توی آش و توی آشپزی استفاده کنیم. یه همه سبزی رو میتونیم توی خوش کنیم. از مال بیرون خب خیلی چیزش بهتر میشه، بوش و عطر بهتره. این سبزی خوشگامون رو نعنا خوشگامون رو میریزیم توی آسیا. بعد آش میبندیم. شد این شاخه‌هاش شروع میشن سبزیاش. بعد حالا یه سبد میزیم تو سبد علکش میکنیم، این شاخه‌هاش شروع شد. بینیمش خوبه، حالی که از بیرونی هم خیلی بهتره. خب ببینید یه سبزی ترتمیز خیلی خشک و خوشبو میمونه و شما میتونید توی غذاتون استفاده کنید. این هم شاخه‌هاش که جدا شد نمیریزیم دور و اینا رو نگه میداریم تو بسته‌بندی و بعد استفاده میکنیم. خب این ظرفی هم که ببینید این رو میشه دیجیکالا خرید، برچسب هم داره. هیچی دیگه، برای هر سبزی خشکی یه دونه از اینا میذارید. بعد که اینطوری از سبد اصافی ردشون کردیم میریزیم داخل اینجا و درشون میبریم و میذاریم کمد. همین راحتی شما یک سبزی خشک همین سادگی شما یک سبزی خشک خونگی دارید.